نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونتوب إليك توبة العائدين نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وإنك لعلى خلق عظیم. الله جل جلاله پیامبر بزرگوار خود را می ستاید و می گوید که تو دارای اخلاق بزرگ هستی. ما به عنوان پیروان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم مکلف هستیم که به این اخلاق بزرگ خود را آراسته بسازیم. چگونه می توانیم به این اخلاق بزرگ آراسته شویم؟ چند راه را خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم. یکی از آنها این است که ما فضائل اخلاق نیکو و ضررهای اخلاق زشت را بدانیم و از آن آگاهی، علم و دانش کامل داشته باشیم. اگر علم ما را نجات داده نتوانست، معنایش این است که ما علم حقیقی نداریم. و الا علم به فضائل و فواید فضائل اخلاقی و دانش ضررهای رذائل اخلاقی ما را کمک می کند که به فضائل اخلاقی خود را آراسته بسازیم و از رذائل اخلاقی خود را پاکیزه بداریم. دومین راه درک نیاز بشر، درک نیاز جامعه به فضائل اخلاقی است که جامعه نیاز دارد که در میانشان و در میان ابنای جامعه فضائل اخلاقی گسترش پیدا بکند و دامن رذائل اخلاقی پیچیده شود و بساطش در هم ریخته شود. سومین را تقویت مفاهیم ایمانی است. هر اندازه ما مفاهیم ایمانی و اقتضاعات ایمان را در زندگی خود تقویت بکنیم، به همان اندازه اخلاق ما نیکو می شود. راه دیگر آن است که اعمال نیکو انجام بدهیم. هر اندازه اعمال نیکو را بیشتر انجام دهیم، به همان اندازه راه و دروازه های اخلاق نیک بر روی ما باز می شود و اخلاق زشت دروازه هایش بسته می گردد. و همچنان پابندی به عبادات فرضی و نفلی. ما هر اندازه که به عبادات پابندی نشان بدیم، عبادات فرضی ما را بر سر وقت انجام بدهیم و هر عبادتی که ما مکلف به ادایش هستیم ما را در اخلاق نیکو کمک می کند. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. همچنان با او خوی و اخلاقی که ما می خواهیم آن را از قلب خود ریشه‌کن بسازیم مقابله بکنیم و با ضد از او را در خود تقویت بکنیم. اگر ما خوی غضب داریم، خوی حلم و بردباری را در خود تقویت بکنیم و با خوی غضب مبارزه بکنیم. و اگر بخل داریم، خوی جود و کرم را در وجود خود تقویت بکنیم. با این وسیله ما می توانیم با اخلاقیات زشت مقابله کنیم و اخلاقیات نیکو را در وجود خود با هرچند با تکلف باشد هم در وجود خود تقویت بکنیم. این باعث تقویت اخلاق ما می شود. و آخرین نکته ای که عرض می کنم، همنشینی با انسانهای خوش اخلاق. همنشینی با انسانهای خوش اخلاق سبب می شود که
اخلاق نیکوی آنها به ما هم سرایت بکند و از بوی خوشش ما هم مستفید شویم و به مشام ما هم برسد. همان طوری که میگویند وقتی که انسان با انسان نیکوکار با عطر فروش آمد و رفت داشته باشد، از بوی خوش عطرش مستفید میگردد و اگر با آهنگر سر و کار داشته باشد، لباسش یا میسوزد یا بدبوی می شود یا رنگ خاکستر می گیرد و سیاه می شود. پس برای آن که از اخلاق نیکو برخوردار شویم، با انسانهای نیکو رفت و آمد داشته باشیم، همنشین و دوست باشیم تا آن که از اخلاق نیکشان برخوردار شویم. و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و السلام علیکم و رحمت الله.